سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: تلاش‌ها برای افزایش همکاری‌های تجارتی میان کابل و انقره، تاکید وزیر آب و انرژی بر مهار هرچه بیشتر آب‌های کشور، و روسیه و اوکراین در حال دست یافتن به آتش بس. امروز شنبه 19 ماه سور سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: سید کریم هاشمی رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با آدین ایلدیز شاردیفار سفارت ترکیه در کابل دیدار کرده است. و گفته این اتاق در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، افزایش صادرات و ایجاد شورای مشترک تجاری گفتگو کرده و بر توسعه بیشتر همکاری‌های اقتصادی تاکید کردند. ملا محمد یونس آخوندزاده سرپرست وزارت آب و انرژی در جریان سفرش به ولایت بغلان از ساحه بند برخ کیلگی در ولسوالی دوشین ولایت بازدید کرده است. وزارت آب و انرژی میگوید که مطالعات ژئوتکنیکی و تحقیقات تکنیکی مربوط به این بند به مرحله پایان رسیده و کار روی تکمیل روند بررسی‌های فنی به گونه جدی ادامه دارد. و گفته این وزارت ساخت بندهای آب و برق در کشور از اولویت‌های مهم حکومت به شمار می‌رود و تلاش‌ها برای مهار آب‌های افغانستان و تولید انرژی داخلی افزایش یافته است. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات میگوید که در ولایت‌های غزنی، غور، بلخ، نیمروز، هلمند و پکتیکا 39 زن را از مشکلات مختلف نجات دادند. و گفته این وزارت این زنان که به دلیل برخی رسوم ناپسند با مشکلات چون خشونت خانوادگی، نپذیرفتن نفقه و آزار روحی و جسمی روبرو بودند، با پادرمیانی محتسبین این وزارت به حقوق شرعی خود دست یافتند. و در آخرین خبر، روسیه و اوکراین روز جمعه تایید کردند که بر سر یک آتش‌بس 3 روزه با میانجیگری آمریکا به توافق رسیدند. آتش‌بسی که قرار است از 9 تا 11 می اجرا شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرده است این آتش‌بس موقت تمدید و زمینه را برای کاهش تنش‌ها و ادامه گفتگوهای صلح میان دو کشور فراهم سازد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.